سلام و درود به شما همراهان گرامی، به کانال درمان خانگی بیماری ها خوش آمدید. موضوع این ویدیو عوارض تزریق سینتول. لطفاً تا پایان ویدیو با من همراه باشید. بعضی ها از بدو تولد بدن درشتی دارند. خیلی ها هم با تزریق سینتول و داروهای مختلف عضلاتشون رو سریع غول پیکر میکنند. شما این مدل بدنها رو میپسندید؟ اگه بدنساز باشید قطعاً در باشگاه یا سایت های بدنسازی اسم سینتول و بدنسازانی که با تزریق این دارو خبرساز شدن رو به گوشتون خورده. برای اینکه این دارو رو بهتر بشناسید و یا از خوب و بد بودن اون با خبر بشید، حتما ویدئوی بعدی رو که در روزهای آینده براتون میذارم تماشا کنید.